هوش مصنوعی رو وادار کردم دیتابیس خودش رو تغییر بده. آره درست شنیدی. تو این ویدیو قراره با یک هوش مصنوعی که دسترسی به چند API داره صحبت کنیم و ببینیم که آیا میتونیم از خود این AI استفاده کنیم تا اطلاعات حساس دیتابیس رو دستکاری کنیم یا حتی فراتر از اون یک کاربر رو کلاً از سیستم پاک کنیم. اما آخه چطور ممکنه یک چت‌بات ساده اصلا به دیتابیس اصلی دسترسی داشته باشه؟ و سوال مهمتر اینه که آیا خود این هوش مصنوعی میفهمه که داره یک کار خطرناک انجام میده یا فقط چشم بسته دستورات ما رو اجرا میکنه؟ برای رسیدن به جواب میریم سراغ یکی از لب‌های امنیتی جذاب پورتسویگر. قرار قدم به قدم بررسی کنیم و ببینیم این AI دقیقاً چه دسترسی هایی داره، چه API هایی رو میتونه صدا بزنه و در نهایت آیا میتونیم وادارش کنیم با دست خودش کاربر رو از دیتابیس حذف کنه. قبل از اینکه این ویدیو رو شروع کنم ازتون میخوام که چنل رو سابسکرایب کنید تا اگر علاقه‌مند به ویدیوهای امنیت سایبری با چاشنی هوش مصنوعی هستید ویدیوهای جدیدتر رو از دست ندید. همونطور که اول ویدیو توضیح دادم قراره توی این ویدیو یکی از لابراتوری های مهم پورتسویگر که توی اون حملات LLM رو بررسی میکنه رو با هم دیگه انجام بدیم. اسم لابراتور Exploiting LLM APIs with Excessive Agency هستش. توی ویدیوهای قبلی درباره حملات رایج LLM ها توضیحات کاملی دادم که حالا لینکش این بالا میاد میتونید اون رو ببینید. Excessive Agency رو هم یک توضیح خیلی ساده تر میدم. Excessive Agency یعنی یک LLM بیشتر از چیزی که واقعا لازم داره دسترسی و اختیار داشته باشه. خب همونطوری که میدونید وقتی که ما با یک چت بات صحبت میکنیم در واقع داریم از LLM استفاده میکنیم. با LLM صحبت میکنیم و LLM نسبت به اون داده هایی که باش ترین شده داره جواب ما رو میده. وقتی LLM به یک سری از API هایی دسترسی داشته باشه که یک سری اطلاعات حساس پشتون API باشن، برای مثال API هایی که مربوط به تغییراتی در دیتابیس هستن و API هایی که یه سری تنظیماتی در خود سایت ایجاد میکنن و یک سری از API های مهم دیگه، وقتی که دسترسی داشته باشه و اون دسترسی محدود نشده باشه ما میتونیم از طریق LLM ها به API ها دسترسی داشته باشیم و در واقع ما به صورت مستقیم نمیایم توی برای مثال دیتابیس تغییرات ایجاد کنیم و این LLM ها هستن که برای ما این تغییرات رو اعمال میکنن و اصلا خودشون برای هک کردن خودشون کلا اون بکندی که این سایت و اون سیستم داره پیش قدم میشن و کار رو انجام میدن. و دقیقاً این لابراتوری هم این رو بررسی میکنه که API هایی که اون LLM دسترسی دارن چیا هستن و چطور میشه اصلا از اونها سوء استفاده کرد. برای اینکه این لابراتوری رو بتونیم انجام بدیم و اون رو سالو کنیم نیاز داریم که یوزر کارلوس رو از طریق این LLM پاک بکنیم. اینجا چیزی که ازمون میخواد این هستش که API هایی که LLM به اون دسترسی داره رو پیدا کنیم و از اونها سوء استفاده بکنیم. من وارد لابراتوری میشم. خب اینجا بخش ها رو میتونیم با هم دیگه نگاه کنیم. یک بخش ایمیل کلاینت داریم که حالا اینو جلوتر بهش نیاز داریم. بخش بک‌اند AI لاگز داریم که البته اینها برای راهنمایی خود لابراتوری هستن که ما میخوایم انجام بدیم و اینجا بخش لایو چت داریم. اینجا همون چت باتی هستش که ما باید کارمون رو باهاش انجام بدیم. برای شروع اینجا اول یه صحبتی باش میکنم که متوجه بشیم حالا چت بات داره کار میکنه و همینطور این یک چت بات به صورت if or else نیستش و حالا کلا به یک LLM متصل. یک سوالی ازش میپرسم که چه API هایی رو دسترسی داره. اینجا اگر که اون LLM رو محدود نکرده باشم به اون API هایی که باید دسترسی داشته باشه و اون سوالاتی که ازش داریم میپرسیم اینجا نباید به ما جواب بده. من این رو میپرسم ازش. همونطور که میبینیم یک API دسترسی داره به اسم پسورد ریست که در اصل حالا توضیح هم داده که یوزر رو بهش میدیم و با استفاده از یوزرنیم و ایمیلش برای ما ریست انجام میده. یک API داره به اسم Debug SQL. این به ما اجازه میده که یک را SQL اجرا بکنیم، یعنی دستورات SQL رو داخل این API Debug SQL ارسال میکنیم و این رو مستقیما میبره داخل دیتابیس و اونجا کامند رو اجرا میکنه داخل دیتابیس و یک پروداکت اینفو که به درد ما نمیخوره الان توی این چالشی که داریم.
حالا چیزی که اینجا داریم در اصل من هنوز نمیدونم که این API دقیقاً چه کاری انجام میده. پس قبل از این که بخوام کاری انجام بدم باید اون API رو بشناسم. خب ازش میخوام که یک توضیحاتی درباره اون API بده. ازش میخوام که به هم بگه که چه آرگومنت هایی رو API Debug SQL دریافت میکنه که من متوجه بشم که اصلا چطور میتونم این رو انجام بدم و ازش استفاده کنم. خب چیزی که اینجا به من توضیح داده میگه که Debug SQL رو باید اجرا کنیم با یک SQL statement که به صورت استرینگ باشه و این رو میگه که میتونه این دستور روی دیتابیس اکزیکیوت بشه. پس در واقع LLM فقط یک چت بات ساده نیست. این LLM که اینجا داریم یک چت بات ساده نیست. این الان یک مدلی هستش که این قابلیت رو داره که SQL رو روی دیتابیس اجرا کنه. خب من اینجا ازش میخوام که این دیباگ SQL این API رو اجرا بکنه و یوزرهایی که روی دیتابیس هستن رو به من نشون بده. همینطور که معمولا یعنی به زبان عامیانه باهاشون صحبت میکنیم، نیازی نیستش که کامل بخوایم دستور رو بنویسیم و کامند دستوری خود SQL رو بنویسیم. من ازش خواستم که این دیباگ SQL رو API دیباگ SQL رو برای من فراخوانی کنه با این دستور. این دستور یک دستور SQLی هست. ازش خواستم که سلکت کنه همه چیز رو از یوزرز، یعنی از جدول یوزرز همه چیز رو برای من سلکت بکنه و اینجا میبینیم که اون خروجی رو به من داد. یعنی الان من با استفاده از این کامندی که داشتم دسترسی گرفتم به دیتابیس و هر چیزی که توی دیتابیس بود رو اینجا برای من لیست کرده. یعنی من الان یک جورایی وقتی که آسیب پذیری اسکرین اینجکشن روی یک سایت پیدا می‌کنیم، ما میتونیم با استفاده از اون آسیب پذیری بیایم کوئری بزنیم و کل دیتابیس رو بیرون بکشیم و بتونیم بخونیم. در اصل این هم یک نمونه‌ای از همون هستش، ولی خود LLM با دسترسی که داره میاد برای ما اون دیتابیس رو نمایان میکنه و برای ما اینجا پرینت کرده که میتونیم اینجا ببینیم. همونطور که ببینیم اینجا یک یوزر داریم به اسم کارلوس و پسوردش هم اینجا مشخصه. برای پس کردن این لابراتوری از همون خواسته بود که یوزر کارلوس رو دیلیت کنه. خب اینجا میتونیم یه کاری بکنیم. میتونیم مستقیم بریم با کارلوس و پسوردش اینجا توی بخش مای اکانت لاگین کنیم و وقتی که لاگین کردیم اون یوزر رو پاک بکنیم. بذار اینم تست کنم. خب اینجا من میتونم دیلیت اکانت کنم. حالا چون که ما دسترسی به دیتابیس داریم و برامون تمام کامند ها رو انجام میده، من این رو میخوام که از توی دیتابیس پاک کنه با این دستور. متاسفانه این صفحه مجبور شدم رفرشش کنم، ولی خب حالا من همون دستوری که برای پاک کردن یوزر کارلوس بود رو اینجا دوباره مینویسم و سند میکنم و حالا مهم نیستش که قبلا با چی صحبت کردیم. خب همونطور که میبینید من این دستور رو نوشتم. حالا توضیح هم در این دستور بدم. دوباره من دیباگ SQL رو اینجا کال کردم و گفتم این دستور رو اجرا بکنید. یک دستور SQLی هستش که ازش میخوام یوزرنیمی با اسم کارلوس رو از جدول یوزرز پاک بکنه و همونطور که میبینید وقتی که این کار رو انجام داد ما این چالش رو انجام دادیم و این لابراتوری در اصل سالو شد. خب اینجا ما نمیتونیم بگیم که این LLM در از هک شده، چون از نظر فنی برداشت درستی نیست. اما چیزی که اینجا دیدیم هک شدن خود مدل نیست. مشکل اصلی اینه که به LLM دسترسی بیش از حد داده شده و ما از اون دسترسی بیش از حد استفاده کردیم و دیتاهای زیادتری رو گرفتیم. در اصل اینجا یوزر رو داریم که یوزر دسترسی داره به LLM و همینطوری همین LLM دسترسی داره به یه سیف API که میتونه هر چیزی باشه که اصلا مجازه به انجام و استفاده از اون و یک API هایی که حالا این دیباگ SQL بود و این دیباگ SQL دسترسی داره به دیتابیس و همینطور این دیتابیس ما میتونیم از طریقش دسترسی داشته باشیم به یک سری فانکشن هایی مثل دیلیت یوزر. مدل به یک API دسترسی داشت که اجازه اجرای SQL خام روی دیتابیس میداد. اونم این API بود.
بنابراین اگر مهاجم بتونه LLM رو وادار کنه که این API رو صدا بزنه، در واقع میتونه از دسترسی های خود LLM استفاده بکنه. این دقیقا همون چیزی است که پورتسویگر توی این لابراتوری داشت به ما نشون میده. حالا سوال اینه، کسی که یک LLM راه اندازی کرده برای سایته چطور باید جلوی این اتفاق رو بگیره؟ اصل اول لیست پریویلج. LLM ها نباید بیشتر از چیزی که لازم دارن دسترسی داشته باشن. اصل دوم Dangerous Actions. نباید یک دیباگ API داشته باشیم که هر SQL دلخواهی رو اجرا کنه. و اصل سوم Authorization in Backend. نباید فقط به یک پرامپت یا سیستم پرامپت اعتماد کنیم و باید سطح‌های اتوریزیشن رو بیشتر کنیم. این نکته آخری از همه‌شون مهمتر. پس امروز دیدیم که مشکل همیشه خود AI نیست. گاهی مشکل اینه که ما چه قدرتی به AI میدیم. اگر دوست دارید توی ویدیوهای بعدی ببینیم که آیا AI میتونه آسیب پذیری‌های واقعی مثل SQL injection، XSS و آیدول رو پیدا بکنه، کانال نوریسک رو سابسکرایب کنید. اگر که این ویدیو براتون مفید بود، حتما اون رو لایک کنید و به اشتراک بذارید. تا ویدیو بعدی امن باشید.